فایده های مسواک: دهان را تازه می کند، عقل را زیاد می کند، در مغز سر آرامش پیدا می کند، چشم را روشن می کند، ذهن را تیز می کند، بلغم را از بین می برد، برای هضم کردن طعام یاردم می کند، وقتی سکرات موت سبب به آسانی خواندن کلمه شهادت می شود. مسواک این سنت پیغمبر است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همیشه مسواک استفاده می بردند. برادران عزیز، این ویدیو را نشر کنید، زیرا اینکه سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن صدقه جاریه است.